مناطق مختلف لبنان امسال در ماه مبارک رمضان چهره‌ای متفاوت به خود گرفته است. هر سال روزه‌داران لبنانی با چراغانی و آذین‌بندی خیابان‌ها به استقبال این ماه می‌رفتند، اما جنگ طوفان الاقصی در جنوب لبنان و غزه حال و هوای ماه رمضان را در مناطق مختلف لبنان تغییر داده است. ماه رمضان امسال خیلی با سالهای قبل فرق میکنه. سر سفره افطار صحنه‌های کشتار مردم غزه و مرگ کودکان از گرسنگی رو میبینیم و این برامون بسیار سخته. اینجا در اردوگاه آوارگان فلسطینی برج البراجنه در حومه جنوبی پایتخت لبنان پیگیری اخبار مردم و مقاومت غزه اولویت روزه‌داران است. شهر فضیل بس وجود اللي عم بيصير باهلنا بغزه. این ماه برای همه مبارک باشه. برای ما که آواره و در این حال شاهد کشتار مردم غزه هستیم این روزها سخته، اما امیدواریم فلسطین آزاد بشه و برگردیم. برج البراجنه یکی از 60 اردوگاه آوارگان فلسطینی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی است. تقارن محاصره و گرسنگی مردم غزه با ماه مبارک رمضان موجب شده اهالی این اردوگاه هم احساسی متفاوت در مقایسه با سالهای قبل داشته باشند. اینجا ما حداقل غذا برای خوردن سر سفره افطار داریم، اما خدا به داد مردم محاصره شده غزه برسه که در این شرایط روزه میگیرن. امسال تصاویر شهدای فلسطینی در کوچه‌های این اردوگاه افزایش یافته است. ده‌ها مبارز فلسطینی در نبرد جاری طوفان الاقصی در جنوب لبنان به شهادت رسیدند. این روزها لحظه به لحظه با مردم غزه ایم، اشک میریزیم، برایشان دعا میکنیم، اما جوانهامون رو به خط مقدم جبهه میفرستیم. دشمن بدون مقاومت ادامه داره. مردم غزه روی خرابه های مساجد نماز جماعت رو برپا کردن و بر ادامه مقاومت تاکید کردن. سفره‌های افطار آوارگان فلسطینی امسال شادی ندارد، اما مردم غزه امسال سفره افطار ندارند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، اردوگاه برج البراجنه، جنوب بیروت.